روز 24 فوریه نیروهای روسیه حمله کردند به اوکراین. در آن روز اول شما در کجا بودید و چی چیزا را شاهد شدید؟ بله، در خانه خواب بودم. ساعت 5 سحر بود. از خواب بیدار شدم از حمله روسیه. وقتی که از همین راکت‌ها زدن سر کردن، از خواب بیدار شدم از ترس. شما گفتید که آنجا 3 سال است در شهر خارکوف زندگی دارید و از روز 24 فوریه چند روز در داخل جنگ بودید؟ یک 13-14 روز در داخل جنگ بودم. هر روز که نبود در همون جایی که من در سالتوف زندگی میکردم، رایونی بود که از خانه که زیستی من 150-200 متر یک مید پونکت کلان بود، صدیق بود و دیگر جایها بود که آنها مردم رو کشته ایستادند. یگان خیلی این سپیس اپراتسیا گفتنی گپ نیست، فقط با خانه های زیستی مردم، با صدیق ها، مکتب ها، بالنیسه ها همین خیلی زده هم با چشمان هم دیدم که زده کپوندن بودن که روزی یک هفته جنگ گذشت. یگان نقلیات کار نمیکند که خواستم با وокزال روم، از وокزال بعدا با لیووف، از شهر لیووف بعدا با پولش با گرانیسه روم. پای پیاده تا نیم راه رفتم. وقتی که ارمیای روسیه وقتی که زده در اومدن به خارکوف، در پیش چشمانم دیدم که چه ماشین رو کفاندن، ماشینی که مردم گریخته شده است و یگان واینی وایها یگان جنگ نه جنگاور بودن نه یگان واینی بودن. شما کدام روز برآمدید از خارکوف؟ روزی هفتم مارت بود. هشتم مارت بود من از خارکوف برآمدم. خب ببینید، در ماریوپول مقامات اوکراین گفتن که تقریبا 90% بناها خراب شدن. در خارکوف روزی که شما برآمدید وضعیت چگونه بود؟ روزی که برآمدم وضعیت باور کنید در همین راهها رفتن نمیشود، از سببی که همین خانه‌های زیستو رو میکفونن، همه کفوندگی در همین راههایی که هستن میبینی همش رو با چشمام دیدم. من یکان جایی گوش نیست برای که چیزی را که دیدم با چشمام میگویم. روحیه مردم در خارکوف چگونه بود؟ آیا اکثریت فرار کردند یا اینکه مقاومت نشان میدادند؟ فقط بودن زنها و پیرانسالان فرار کردند، ولی بسیاریش مقامات بر ضد روسیه می‌جنگند، بسیارش حتی کودکان می‌جنگند، برای که یگان نفر در اوکراین مقامات روسیه رو و خیلی میگویند صلح روسیه رو در اوکراین انتظار نیست و نبود. یگان کس انتظار صلح روسیه نیست و مردم خودشون به زبان میگویند که روین از دولت ما آزاد زندگی میکنیم. حتی کودکان و زنان بودن، از شناسای خودم بودن، بچه ها که همراه یکجا تریرافته میکردیم. تا حاضر هستن من با آنها در تماس هستم، میگویند که خیلی میخیل است، ما زمین خود حمایت میکنیم، اینجا زمین ما است، خانه ما است، ما حمایت میکنیم. شما روزی 7 و 8 مارت گفتید برآمدم و در وокزال در همون ایستگاه راه آهن چه حالتی را دیدید؟ یک کمی برامون در این باره نقل کنید. حتی بود که هم وقتی که از شهر خارکوف با لیووف با شهر لیووف سفر میکردیم، حتی بود که همین قطاره ما پویز حتی بود که در جاهای می ایستاد 1 ساعت نیم ساعت که با ما حمله نکنند. آیا نیتی بازگشت به اوکراین را دارید؟ بله خودی همین حاضر، اگر که خودی حاضر که گویند که جنگ تمام شد، خودی حاضر بازگشت میروم با اوکراین.